آسمان همیشه آبی نیست. نویسنده پیتر اچ رینولدز، مترجم محبوبه نجفخانی، چاپ دوم از انتشارات پرنده آبی. وقتی که این کتاب رو نگاه کردم که بخرم برای دخترم، اینم دستخط دخترم وقتی که مدرسه نمیرفت، برام جالب بود. یکی این که مثلا کلمه آبی رو رنگ آبی کار کرده بود، یکی این که وقتی آسمان همیشه آبی نیست خوندم، رفتم سمت این که خب حالا ابری، رعد و برقی، بارونی، یعنی رنگ اصلا توی ذهنم نیومد و با خوندن این کتاب متوجه شدم که مثلا چقدر جالب داره میگه. به نام خداوند بخشنده مهربان. این صفحه رنگیش خیلی حالمو خوب کرد. ماریسول هنرمند بود. او عاشق نقاشی کشیدن و رنگامیزی بود و حتی برای خودش نمایشگاه نقاشی داشت. البته همه نقاشی‌هایش را توی نمایشگاهش نمی‌گذاشت. خیلی از آنها را با آدم‌های دیگر هم می‌داد. او با تابلوهایی که می‌کشید به همه نشان می‌داد طرفدار چه چیزهایی است. توی مدرسه ماریسول به خاطر لباس‌های هنری و جعبه وسایل نقاشی‌اش مشهور بود و به خاطر اینکه همیشه میگفت همه هنرمندند. حالا اینجام داره یه جعبه، فکر می‌کنم آبرنگ به دوستش هدیه میده. چون چقدر قشنگ تعجب اون دوست رو نشون داده. عاشق این کارا. بله، ماریسول از هر نظر هنرمند بود. برای همین وقتی معلمشان به آنها گفت که قرار است برای کتابخانه نقاشی دیواری بکشن، ماریسول لحظه شماری میکرد هر چه زودتر کارشان را شروع کنند. میبینید توی تصویرگری ها رنگا فقط داره، یعنی زمینه هر چیزی که هست تم سیاه‌سفید داره، تیره است، رنگی نیست، ولی اون جایی که قلمو نگاه کنید داره رنگ میکشه روی برگه ها یا نقاشی ها، اینا فقط رنگ هست. یعنی رنگ و این جاها اون زنده بودنه رو توی خود رنگ به کار برده، نه جای دیگه. خیلی برام جالب بودنم. در کلاس همه شد. بچه ها با صدای بلند فکرهای بکرشان را می گفتند و حرف می زدند و طرح می کشیدند. آخرش همه با هم یه نقاشی بزرگ و عالی کشیدند. بعد دست جمعی به طرف کتابخانه به راه افتادند. من میخوام ماهی بکشم، منم میخوام ماهی بکشم، من میخوام اقیانوس بکشم. ماریسول فریاد زد من میخوام آسمان بکشم. ماریسول جعبه قوطی های رنگش را حسابی زیرا رو کرد، اما نتوانست حتی یک رنگ آبی پیدا کند. او با خودش گفت حالا بدون رنگ آبی چطوری آسمان بکشم؟ واقعا زنگ خورد. بچه ها قلموهایشان را جمع کردند. ماریسول همینطور که توی فکر بود سوار اتوبوس مدرسه شد. در راه خانه او تمام مدت از پنجره بیرون را نگاه کرد. الان که دقت کنید از اینجا به بعد فقط آسمانه که رنگی هست. دوباره بقیه و هر جا هر تصویری که کشیده تم سیاه‌سفید داره و بیرنگ و بیجان. اینها برای دقت کودک خیلی خوبه. خورشید پایین رفته بود و داشت غروب میکرد. کمی بعد ماریسول به خانه رسید. به ایوان رفت و غروب آسمان را تماشا کرد. کم کم شب شد. آن شب ماریسول به خوابی عمیق فرو رفت.
خیلی قشنگ و گیراست. اینکه کل صفحه رو پر نکرده، یه شمه‌ای داره از یه تیکه صفحه نشون میده. خیلی قشنگ. او توی خواب دید که در آسمانی رنگارنگ پرواز میکنند. رنگ ها اطرافش میچرخیدند، با هم ترکیب میشدند و رنگ های جدیدی درست میکردند. رنگ ها آنقدر زیاد بودند که نمیشد شمردشان. توی دنیای از رنگ رفت، پرواز کرد. صبح شد. ماریسول زیر باران منتظر اتوبوس مدرسه ایستاد. آسمان آبی نبود. ماریسول لبخند زد. همین که ماریسول وارد مدرسه شد، به طرف کتابخانه دوید. از روی میز کاسه‌ای برداشت و رنگ‌های مختلفی تویش ریخت. کمی از این رنگ و کمی از آن رنگ. بعد با قلمو رنگ‌ها را با هم مخلوط کرد و رنگ جدیدی درست کرد. بعدش دست به کار شد و روی دیوار کتابخانه نقاشی کشید. یکی از بچه‌های کلاس پرسید این چه رنگی است؟ ماریسول گفت این رنگ آسمان. خیلی خوبه. و تمام.